مورخ شناخته توجک پروفسور عثمان جان غفوروف روز 27 اکتبر سال 2023 در سن 78 از عالم چشم پوشید. درباره علت مرگ عالم معروف چیزی گفته نشده است. شهرداری خوجند که پروفسور غفوروف شهروند افتخاری این شهر بود، در نامه تسلیتش نوشت: استاد ارجمند عثمان غفوروف از عالمان سرمسئول جمهوری به حساب رفته، دایر به تاریخ و فرهنگ خلق توجک، فرزندان ارزنده ملت، اثرها و مقاله‌های سرشمار آفریده است. موصوف در دوره فعالیت علمی، پداگوژی و ادبی جمعیتی خود 80 کتاب، بیش از 1500 عدد مقاله‌های پوبلیسیستی در مطبوعات دوره و 300 عدد اثرهای علمی، تحقیقاتی و ادبی در مجموعه‌های علمی و مجله‌های بانفوذ به نشر رسانیده است. عثمان جان غفوروف سال 2001 تا 2005 وکیل مجلس ولایتی و وکیل مجلس ملی تاجیکستان بوده. سالهای 2005-2010 وکیل مجلس نمایندگان و سال 2001 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. او برای خدمت‌های ارزنده در جاده علم و فرهنگ و معارف کشور سال 1999 به عنوان کارمند شایسته تاجیکستان، سال 2013 با عنوان علوچه معارف جمهوری تاجیکستان و علوچه فرهنگ تاجیکستان قدردانی شده است. از ماه مارس سال 2011 گیرنده نفقه برای خدمت‌های مخصوص در نزد جمهوری تاجیکستان بود. از عثمان غفوروف 10 کتاب به یادگار ماند که مهمترینشان زندگی نامه شخصیت‌های معروف چون باباجان غفوروف، ترسون اولچابویف، لایق شیرالی، کریم عبداللهیف، قاری نیازی خوجندی، گنرال تیمورجان رحیمبایف، سوتی ملوغزاده، روبر قاسموف و هادی کنجایف می باشد.